بسم الله الرحمن الرحیم. اول بنا نبود که بسوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد کاین بنا نهاد. آنچه از تصاویر کتیبه‌های حجاری شده در زمان ساسانیان و مادها و هخامنشیان به جا مانده، نشان دهنده پوشش و لباسهای نمدی، مخصوصاً کلاه نمدی در این دوران هاست. نمد خاصیت‌های متعدد، فراوان و قابل توجهی رو برای زندگی بشر داشته. سه خاصیت مهم اون، یکی در مقابل سرما، مقاومت در مقابل گرما و جلوگیری از رطوبت، مهمترین خواصی است که باعث شده نمد به عنوان یکی از وسایل زندگی به ویژه در زندگی عشایری استفاده متعدد و مستمر داشته باشه. انواع مصنوعاتی که بر اثر متراکم نمودن پشم خام در شرایط فنی مناسب از طریق ورز دادن تهیه می شوند، جزء گروه‌های نمدمالی می باشند. محصولات نمدی شامل انواع کلاه، زیرانداز و تنپوش چوپانی است. از مهمترین کاربردهایی که این صنعت دستی داشته و کماکان هم داره، ساخت و تهیه کلاه‌های نمدی است. این کلاه نمدی علاوه بر این که خب یک سرپوش هست و در واقع سر انسان رو از در مقابل نور آفتاب، سرما و گرما محافظت میکنه، در بین طوایف، ایلات و عشایر ایران موقعیت و استفاده ویژه‌ای داره. رنگ‌های متعدد نمد و همچنین طرح‌هایی که کلاه نمدی ازش در واقع تهیه میشه، نشون دهنده موقعیت، جایگاه و حتی شأن و منزلت افراد هست. بعضی از ایلات و عشایر مثلا از رنگ‌های خاص، تیره، روشن، سفید و فرم‌های مختلف استفاده می‌کنن و در دل همین ایلات و عشایر هم بعضی گروه‌ها به دلیل داشتن موقعیت اجتماعی و مهم از کلاه‌های نمدی خاصی استفاده می‌کردند که این نمونه‌هایی از کلاه‌هایی است که در بین ایلات و عشایر مختلف سرزمین ایران از اون استفاده می‌شده و کماکان هم استفاده میشه. گر تاج نمد کلاه ایشان باشد، ما هم از این نمد کلاهی داریم. خب این اهمیت این محصوله که حتی با استفاده از یک کلاه نمدی قومیت شناخته میشد. یعنی ما کلاه قوم قشقایی رو داریم که یک فرم بوده از باستان و هیچ تغییرم نکرده. پس این اهمیت رو داشته. حتی رنگ کلاه یا اون فرم کلاه میتونست یه قومیت رو تفکیک کنه. با توجه به قدمت دیرینه استفاده از کلاه، هنوز هم این محصول از طرف روستاییان و عشایر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کارگاه‌های تولید محصولات نمدی، کلاهمال‌ها همچنان به تولید مشغول هستند. برای اطلاع از نحوه ساخت کلاه نمدی، سری به بازار نمدمال‌های بروجرد می‌زنیم تا در یکی از کارگاه‌های کلاهمالی به شیوه ساختن کلاه که شباهت زیادی به نمدمالی دارد
آشنا شویم. این جانب غلام حسن صمدی پور 35 ساله توی شغلیم، شغل پدریمونه. کلاه نمدی میسازیم. این کلاه درویشیه. کلاه لوحی هم هستش که از کردم خدمتتون بیشتر و از اینا کوچیک‌تر. معمولا همین هنرمندا و هنرپیشا واسه فیلم برداری میبرن کلاه رو. بهشون میگن کلاه درویشی. الان نمونه‌های ساخته آماده‌ش هم ملاحظه میکنید. ماده اولیه جهت تولید کلاه نمدی پشم گوسفند و بز از نوع مرغوب آن است. ابتدا الیاف پشمهای تهیه شده را با قلیا شستشو می‌دهند تا چربیش را از دست بدهد و پس از خشک شدن پشمها را تفکیک رنگ نموده در کارگاه نمدمالی به وسیله کمان حلاجی می‌کنند تا کاملاً نرم و یک نواخت گردد. استاد سازنده کلاه پس از آماده کردن مقدمات و ابزار لازم با توجه به سفارش مشتری به ساخت کلاه در رنگ‌های مختلف مبادرت می‌کند. ابزار مورد نیاز در کارگاه تولید کلاه نمدی: کمان حلاجی و کوبه همراه آن، تابه یا سینی مخصوص که کلاه داخل آن ساخته می شود، ظرف حاوی آب گرم و صابون که جهت مرطوب کردن الیاف‌های پشمی مورد استفاده قرار می گیرد، قالب کلاه، تکه‌ای سنگ صاف جهت کوبیدن و از بین بردن چین و چروک کلاه، ضمناً مقداری از ترکیب صمغ درخت که در اصطلاح محلی به آن ژوی گفته می شود و مقداری گل اخرى نیز جهت خشکی و صاف ایستادن کلاه مورد نیاز است. کلاه‌های نمدی معمولاً تخم مرغی شکل هستند. از پشم‌های قهوه‌ای، سفید و مشکی ساخته می‌شوند. کلاه نمدی میسازیم از این پشما به این صورت. اینا پشم گوسفنده. این کلاه مراحل مختلف داره. یکیش همینه که بهش میگن قسمت اولیه‌اش گفتم میگن خامه به زبان محلی خودمون. یه ملاحظه میکنیم، به نور میندازیم. جاهایی که پشم کمتر داره معلوم میشه و اونو پرش میکنیم. این الان خامش که تموم شد. یه قسمت دیگه داره به اسم، به زبون خودمون که کار میکنیم به اسم بچه کلاه که این الان زیر دستم داره انجام میگیره. این هم باز تقریبا به همون صورت، منتها کوچکتر از اونه. این هم باز قسمت های نازکش رو پر میکنیم با دست. یه مقدار مشخصه، یه مقدارش هم که معلوم نیستش، اونم آخری به نور میندازیم مشخصه بشه و کاملا پرش میکنیم. باید حالت دایره بگیره با خودش
که وقتی گذاشتیمش رو کم زیاد نداشته باشه. این قسمتی که الان شما ملاحظه می‌فرمایید این قسمت خیلی مهمه. یعنی اینو به زبون دیگه میشه گفت قالب کلاه همینجاست. قالب گیری و قالب ریزی همینجاست. اینم همون بچگی. بعد اینو میذاریم اینجا، بازم یه ملاحظه میکنیم کم و زیادی باز اگه داره باز، چون مرحله آخره. حالا ما قالبا کلاه ما آماده شد. حالا به مرحله بعدی که اصلی ترین مرحله است. اینو با آب و صابون مخلوط میکنه به این صورت. با دست کاملا صاف میکنه یه مقدارش رو که حالت مدور خودش رو داشته باشه. اینو ما به خاطر که وسط کلاه مشخص باشه که بعداً کلاه میخواد واز بشه مشخص بشه کجاست. این میره رو این. بعد لبه هاشو میخوابونم. این به خاطر که وسطش ضخیم‌تر بشه. حالا بعد این مرحله یه مرحله دیگه هست که باز از پشم استفاده میکنیم. این مرحله رو مرحله برمون بهش میگن به زبان محلی خودمون. این بهش میگن برمون کلاه که این اطراف کلاه و چون اینجا میخوره پشت کلاه کاملا اون جاهایی که خالیه پر بشه.